سلام دوستای عزیز، همه جور سلامت باشید. ببینیم محترم ما دستگاه زدیم، کامپیوتر کردیم. تی پی سی همو سنسوری که در دانکی جکشن یا مو دریچه گاز گفته میشه. ای خطا داشت، موتر همی ماشینش بد کار میکرد دیگه، تک کار میکرد، لرزش ما که دیدیم که باعث میشه اینی سیمای همی سنسور دانکی جکشن مشکل داره. بعضی موقع که این سانسورها که قطع میشه، همون میکانیکی ها، همون وایرن کارا این قسم کامل سیم دستی میکنن، میپیچانند. بعض نایی که ده هوای سر رطوبت بیشتر میگیره، یک باعث میشه که با بد کار کنه. بهترین روش ای هست که این قسم این سیما را همین قسم وصل کنید، بعدش لحمش کنید. لحم که شوه دیگه ای باعث میشه که رطوبت نگیره، دیگه موترش مشکلش برطرف شوه، دیگه از این مشکلات پیش نشوه. ما کامل همین کار انجام دادیم دیگه، بستش میکنیم دیگه، انشالله مشکلش برطرف شوه. اینی سانسور سوکت دانی که جکشن همو دریچه گاز گفته میشه. خیلی لور بالا داره ده بخش از ماشین موتر.